از تایتل ویدیو متوجه شدید که میخوام در مورد این صحبت بکنم که مهاجرت بکنیم یا مهاجرت نکنیم. من اصلا نمیتونم جواب قاطعی به انجام دادن یا انجام ندادن این کار بدم. فقط توی این ویدیو میخوام تجربیات شخصیمو بگم که اگر قبلش میدونستم با دید خیلی بازتری مهاجرت میکردم. آلمان کشور سومی هستش که من دارم توش زندگی میکنم، حالا به غیر از ایران. یه تایمی مالزی زندگی کردم، یه تایم خیلی تایمش کوتاه بود، یه تایمی ازبکستان زندگی کردم. مهاجرت کاری داشتیم به ازبکستان، یعنی با قرارداد کاری، با جاب آفر کاری رفتم ازبکستان و در یک شرکت سوئیسی کار کردم که خب اونجا حقوقش خیلی خوب بود، همه چی شرایط ایدئال و پرفکت بود. و مهاجرتی که به آلمان داشتم مهاجرت تحصیلی بود که اومدم اینجا و MBA گرفتم و در واقع حالا فوق لیسانس بیزنس ادمنستریشن گرفتم. یعنی سه تاشو میتونم براتون صحبت بکنم و توضیح بدم. و مالزی هم مهاجرتی بود که با خانواده داشتیم، یعنی همه چیز رو میتونم کاور بکنم. اینکه شما اگر تکی میخواید مهاجرت بکنید چه سختیایی داره، اگر حالا با خانواده میخواید برید، اگر با همسرتون میخواید برید، اگر اینجا میخواید بیاید بچه دار بشید، همه رو میتونم در موردش صحبت بکنم. فقط قبلش اینکه اگر واقعا میشه لایک بکنید این ویدیو رو و سابسکرایب بکنید. من آدمی نیستم که هی بیام بگم، نگاه بکنید تو ویدیوام خیلی نمیگم، ولی واقعا وقتی میبینم یوتیوب به من آمار میده که 83% اونایی که ویدیو تو میبینن اونایی هستن که سابسکرایب نکردن، خب یه مقداری آدم میگه که بابا چی میشه اون دکمه سابسکرایب رو بزنید. حالا در هر صورت اگر بزنید خیلی من انگیزه بیشتری میگیرم برای اینکه ویدیوهای بیشتری بسازم. اما برگردیم به صحبت اصلی، مهاجرت کردن. وقتی توی ایران هستیم ما به خاطر شرایط اقتصادی که وجود داره، به خاطر شرایط اجتماعی، سیاسی و کلاً جو و اتمسفری که اونجا وجود داره دنبال این هستیم که از این مسائل راحت بشیم و فکر میکنیم که وقتی که از ایران بزنیم بیرون دیگه همه اینها تموم میشه. من نمیگم که این فکر اشتباهه، ولی خیلی درست نیست، چون وقتی میای بیرون از ایران بازم مواجه میشی با سیل و خیلی از چیزهایی که حتی فکرش هم نمیکردی که وجود داره. مثلا توی آلمان میای میبینی که من برای اینکه بخوام آشغالامو بریزم توی سطل آشغال باید 4 تا سطل زباله داشته باشم به رنگ‌های مختلف و هر کدومش رو تفکیک بکنم و اگر تفکیک نکنم ممکنه که جریمه سنگینی پرداخت بکنم. از کجا متوجه میشن؟ از اینکه خب میرن چک میکنن اگر فاکتور خریدی توی زباله‌های شما باشه، اسم شما باشه و مثلا اگر کاغذ رو انداخته باشی توی بایو یا توی سبزیجات و در واقع مواد غذایی، شما رو میتونن پیدا بکنن راحت و یه دونه کاغذ میدن به خونت و جریمه میشی. یا مثلا اینکه تمام کارهای اداری توی آلمان به صورت کاغذی و با پست انجام میشه. اینا چیزایی که واقعا یه چک محکم میخوره آدم وقتی که میاد آلمان. یا مثلا توی ازبکستان که بودیم میدیدیم که خیلی سخت کار کردن، یعنی با افرادی که توی ازبکستان هستن بخوای کار بکنی پیر میشی، چون عمدتاً افرادی هستن که عاشق عشق و حال و تفریح و اینا هستن و خیلی کم پیش میاد بخوان کار رو جدی بگیرن. حالا اینا خیلی مسائل حاشیه‌ای و در واقع استپای بعدی، اما استپ اول این هستش که مهاجرت یکی از سخت‌ترین کاراست. چرا؟ شما فرض کن صبح از خونه میزنی بیرون، این بیسیک ترینشه، باید از صبح از خونه میزنی بیرون تا شب یا تا هر تایمی که برمیگردی خونه به یک زبان دیگه صحبت کنی. یعنی همین این موضوع خودش یه انرژی ازت میگیره اگر زبان بلد باشی. حالا بیسیک انگلیسی رو دارم میگم دیگه، انگلیسی رو که همه باید بلد باشن اگر میخوان مهاجرت بکنن. اما اگر بیای فرض کن آلمان یا همون بری ازبکستان، حالا مالزی با انگلیسی کارت راه میافتاد، ولی بیای ازبکستان شاید 4 یا 5% مردم توی ازبکستان انگلیسی بلد باشن. یعنی یا باید روسی بلد باشی یا ازبکی بلد باشی و خیلی سخته بخوای بشینی از اول همه چیز رو یاد بگیری. پس بیس قضیه مهاجرت یکی از سخت‌ترین کارهایی که میتونی انجام بدی که حالا میگن جزء 3 تا تصمیم سخت اول در واقع زندگیه. یکی این که ازدواج بکنی، دوم این که بچه دار بشی و سوم این که مهاجرت بکنی. حالا خیلی ها اصلا این 3 تا رو با هم انجام میدن که اونا واقعا دمشون گرم، کار سختیه. پس اولین چیز اینه که شما باید خودتو آماده بکنی برای اینکه وارد یک محیطی بشی که دیگه قرار نیست فارسی صحبت بکنی و همه چیز قراره به یک زبان دیگه باشه. خود همین موضوع ازت انرژی میگیره.
موضوع دوم این هستش که وقتی وارد میشی با یک، حالا بهش میگن شوک فرهنگی مواجه میشی. اینکه میای اینجا، مثلا من خودم دغدغه‌م این بود که خدایا چی میشد مثلا من یه روز برم بشینم توی استارباکس یه قهوه سفارش بدم، بشینم با لپتاپم کار بکنم و اینا. میای اینجا میبینی این اصلا، حالا اینجا که منظورم خارج از ایرانه، میبینی جز بیسیک ترین موضوعاتیه که توی زندگی اصلا بتونی بهش فکر بکنی، حتی نیازی نیست فکر بکنی. و میای میری استارباکس این کارم انجام میدی، بعد میگی تهش همین بود. پس چی میخوام بگم هر چی سنت پایین تر باشه برای مهاجرت، اون چیزایی که باش روبرو میشی کمتر تو ذوقت میزنه. چرا تو ذوق؟ به خاطر اینکه یه سری چیزا رو توی سن خودش باید بهش برسی. بعد از اون سن دیگه اون چیزا واقعا برای جذابیتی نداره. و صادقانه بخوام بهتون بگم شاید من 1 یا 2 بار یا ماکسیموم 5 بار رفتم استارباکس اینجا. استارباکس رفتن چیز خاصی نیست، من پوینت دیگه ای داره صحبتم. یا از مثلا آمازون چیز سفارش دادن، یا من یکی از آرزوهام و دلایل مهاجرتم این بود که روی وبسایت آمازون سلر بشم، یا بتونم یه کالایی رو روی وبسایت اتسی بفروشم. چون من سالیان سال بود داشتم این کارو میکردم، آموزشش رو میدادم، ولی با چی؟ با اینکه زنگ بزنیم به فلانی، از کارت حالا اعتباری اون استفاده بکنیم، آدرس اون رو داشته باشیم، شماره موبایل یکی از افرادی که خارج از ایران آشنا یا فامیل هستش رو داشته باشیم. خب اینا خیلی دیگه میدونی، یعنی رسیدی اینجا میبینی که مثلا این چقدر چیزای بیسیکیه. از هر چقدر سنت پایین‌تر باشه مهاجرت برات آسون‌تره. سختی بعدی که باش مواجه میشی دلتنگیه، و رفته رفته این موضوع نمیگم کمتر میشه، دلتنگی عادی میشه. و خب چیز سختیه که دلتنگی عادی بشه. من همیشه میگم مهاجرت یعنی یه وزنه 200 کیلوگرمی وصل کردن به پات و با اون وزنه 200 کیلوگرمی راه رفتنه. تمام این صحبت ها که دارم میگم نمیگم که مهاجرت نکنید یا مهاجرت بکنید. من دارم چیزهایی که باهاش مواجه شدم رو میگم و من اگر به شخص برگردم عقب مطمئناً باز هم همین مسیر رو میام، یعنی مطمئناً مهاجرت میکنم. چیزهایی داره که بهت میده، چیزهایی هم وجود داره و داری که ازت میگیره، مثل اعتماد به نفس. هیچ فرقی نمیکنه کدوم کشوری میخواید مهاجرت بکنید. هر کشوری که مهاجرت بکنید، حتی دیگه ایدئال ترین حالت ممکن مهاجرت کاری بود که من تجربهش کردم با حقوق خیلی خوب، ولی باز اون اعتماد به نفسی که مثلا من 6 سال توی دیجیکالا به دست آوردم و کار کرده بودم و توی محیط پویایی مثل محیط دیجیکالا اومدم توی اون شرکت دیدم ندارم. چرا؟ چون درسته که زبونش انگلیسی بود، ولی عمده افراد از کشورهای حوزه CIS بودن، مثلا قزاقستان، قرقیزستان، خود ازبکستان. چرا؟ مدیرای فرانسوی و سوئیسی هم بودن یا بلغار، ولی عمدتاً افرادی بودن که زبان واحدشون روسی بود. یه امیدی دارن مثلا در مورد موضوع با زبان روسی صحبت میکنن و همین موضوع فکر میکردی که نکنه دارن در مورد من صحبت میکنن، حالا شاید هم در مورد ما صحبت نمیکردن، ولی همین موضوع باعث میشه که اعتماد به نفس تو بیاد پایین. و موضوعی که وجود داره اینه که اون ایده هایی که میتونی با زبان خودت مطرحشون بکنی رو نمیتونی با زبان دیگه ای مطرح بکنی، حتی اگر فلوئنت یا 100% مسلط باشی به اون زبانی که مثلا انگلیسی بلدی، 100% فلوئنتی، یعنی کامل سوار اون زبونی، ولی بازم اونجوری که تو فارسی میتونی یه سری چیزها رو انتقال بدی نمیتونی با اون زبون انتقال بدی و همین موضوع باعث میشه اعتماد به نفست بیاد پایین. چیزایی که میگم خیلی ریزه، خیلی کلیدیه، خیلی مهمن. شاید الان که مهاجرت نکردی این ویدیو رو ببینی مثلا اینجوری باشی که اونجوری هم که تو میگی نیست، ولی میای میبینی دقیقاً همینجوری هستش که من دارم میگم. چیزهایی که باید از صفر بسازی، مثلا من فرض کن 13 سال 15 سال گواهینامه داشتم، بعد داشتم رانندگی میکردم، میای همه چی از اول، یعنی بشین از صفر برای گواهینامه. میخوای اینجا قوانین رو یاد بگیری، بشین از صفر تمام موارد و مسائل و قوانین رو باید یاد بگیری. من این کارو کنم ایراد نداره، این کارو کنم ایراد داره. بعد یه سری چیزا توی ایران، یه سری حق و حقوقا بود که به ما داده نشد، ولی میای اینجا میبینی اینا بیسیکاییه که وجود داره، ولی چون به ما داده نشد همش میترسی از اینکه نکنه من اینو بگم یه جایی برام ایراد مثلا ایراد بگیرن. مثل چی؟
مثلا فرض بکن شوفاژ خونت ایراد داره، میخوای بگی که بیاید شوفاژ درست بکنید، اینجا قانون وجود داره اگر که نیان و درست نکنن ایمیل بزنی، 3 تا 4 تا ایمیل بزنی بهشون تایم بدی، بعد اون تایم آخری که بهشون دادی اگر نیان تو میتونی اجاره رو قانونا کمتر واریز بکنی به حساب صابخونت. ولی ما اینجوریم که نکنه من اگه این کارو بکنم یه جای ایرادی بهم بگیرن یا بندازنم از خونه بیرون، در صورتی که اصلا اینجا وجود نداره همچین چیزی. کسی نمیتونه تو رو بندازه بیرون اگر دلیلت موجه باشه برای اینکه اجاره خونه رو پرداخت نکرده باشی. میخواستم اینا رو بگم، یعنی این ویدیو یه سری نکاتی بود که من حس میکردم خیلی لازمه که بگم. خیلی نکات زیادی وجود داره، حالا نمیدونم از این سبک خوشتون میاد یا نمیاد، از این موضوع که من در موردش باز بیشتر ویدیو بگیرم بهم بگید، یا یه سری چیزایی که باز مواجه میشید. مثلا اینجا ایرانی ها، اینجا که میگم منظورم خارج از ایرانه ها، به غیر از ازبکستان قضیهش فرق میکرد. اونجا همه با هم دوست بودیم، رفیق بودیم، چون همه کاری اومده بودن، همه افرادی بودن که از یه سری فیلترها عبور کرده بودن و همه دستشون به دهنشون میرسید و جیبا پرپول بود، کسی دیگه دغدغه مالی نداشت، همه خوش بودیم، با هم رفیق بودیم و اینها. ولی میای مثلا همین آلمان یا حتی مالزی میبینی ایرانی هایی هستن که عجیبن، رفتارهای عجیب دارن. به خاطر همین مثلا اینجا ایرانی ها هم دیگه رو میبینن روشون رو میکنن اونور، یا خیلی سعی میکنن که ارتباطی نگیرن. نهایتا یه کلونی پیدا بکنی، مثلا 10 نفر، 12 نفر، 15 نفر، اونم مثلا هر چند ماه یک بار شاید همدیگه رو ببینید. ولی دوست خوب، پایه، همدل، همراه توی مهاجرت، یعنی توی کشور دوم یا کشور ثالث که بخوای زندگی بکنی، خیلی میتونه بهت کمک بکنه. یعنی انقدر میتونه تو رو خیالتو راحت بکنه از بابت خیلی چیزا که دیگه دغدغه نداشته باشی. میدونی یه روزی دلت گرفت، میدونی یه روزی یه کاری داری، میتونی روی فلانی حساب بکنی و دم اون رفیقای این مدلی گرم، قدرشون رو بدونید اگر دارید، چون واقعا حکم طلا رو دارن. ما هم توی ازبکستان داشتیم، هم اینجا الان خدا رو شکر داریم و واقعا قدرشون هم میدونیم. حالا نمیدونم ویدیو رو اگه دارن میبینن ارادت داریم ویژه. این یه ویدیو کلی بود یا مسائلی که توی مهاجرت باهاش مواجه میشید. اگر حال میکنید این سبک ویدیو رو با این موضوع بهم بگید که بیشتر در موردش صحبت بکنم، چون خیلی میتونه دیدتون رو باز بکنه برای اینکه شمایی که میخواید تازه مهاجرت کنید. دمتون گرم این ویدیو رو تا انتها دیدید و تا ویدیو بعدی ارادت.